در میان صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم یک مرد بود اصلش یمنی با نام جلیبی. امام احمد در مسندش همین قصه را آورده است. این قصه هم مثل حدیث است. میگه از اهل صفه بود جلیبی رضی الله تعالی عنه. از بس که خونه و در نداشت بالای صفه دقتی دیگر برادر زندگی میکرد. روز حضرت صلی الله علیه و سلم جلیبی با ملاقات کرد. گفت یا جلیبی زن نمیگیری؟ گفت حضرت مرا کی زن میتن؟ نه خونه و ثروت، نه شکل صورتی زیبا، سیاه چرده بود است، قدش پست بود است. حضرت گفت خونه زیاد برا، زیادی انصاری از بنی خزرج بود. نزدش برا بگو که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستاده کن تا اینکه دختر زلفا را به من نکاح کنی بتی. این زیاد یک دختری صاحب جمال داشته است با نام زلفا، زیباترین زن در مدینه. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستاده کن تا اینکه دختر زلفا را به من نکاح کنی بتی. این زیاد یک دختری صاحب جمال داشته است با نام زلفا، زیباترین زن در مدینه منوره. همون را بگو نکاح کنه بتن. حضرت از کجا خبر داشت؟ مردم انصار به حد محبت داشتن که هر کدومش وقت دخترش به بلوغت میرسیده است نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم میومدن که یا رسول الله دختر شوهر میتم اگر میل داشته باشید نکاح کنم بتونم. حضرت از همه همین واقف و آگاه بود. ولی بعضی نوکسا طعنه میزنند به تعذیبانه بعضی معلم ها و شاگردای بی غیرت بی همت بی سواد دیده طعنه میزنند که پیغمبر این قزغن گرفته است، شهوت رام بده است. نعوذ بالله. اگر حضرت زن میخواست والله هر روز دختری باکیره بگیرید. اما در میان زناش فقط بیبی عایشه مادر و باکیره بود. همه دیگه زنهای سیبه و فرزنددار بودن. میگه جلیبی نزد زیاد اومد گفت حضرت صلی الله علیه و سلم فرمان داد برات نزدش بگو که هم زلفا را نکاح کنم. این همین قدر ناراحت شد که گفت خطا گم که اینجا ما دختر را در بیگانه ها نمیتیم. برا او یک عادت داشته در این قوم خچو میدادیم ده. بگو به خدا قسم من میدونستم که دختر تا نمیتیم. میگه امر از همه قدم از امر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایشی برای ما اومد. این گشت برا دختر قدرت خدای تعالی از پشت دیوار صدا را بشنیده است. گفت پدر میدونی چیکار کردی؟ تو فرمان حضرت صلی الله علیه و سلم رد کردی. گفت بچه جون به همین مرده که بیزیبی به مال ثروتی به خونه و در بتمت بازی میشه. گفت چرا نه؟ اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمان بوده مسافر 90 ساله را میگیرم ولی که این بچه خونه ولی زن نگرفته است. میگه دیگه مردک شتابان شد. اوقی بزرگی اسلام رو بینگی فرزندا پدرها را نصیحت میکنن به شرافت دین و دین اسلام. شتابان اومد میگه پیش از جلیبی نزد حضرت در رسید. گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت همین کس شما فرستاده؟ گفت بله. گفت شما میدونه که ما در قومای غیر دختر نمیتیم. گفت یا زیاد این غیر نیست این برادر اسلامی تو است. گفت میدونه که چی درجه و منزلتی داره. حضرت خداوند گفت که این اکرمکم عند الله اتقاکم. من به همین تقوای همین مرد گواهی بدم هم در دنیا و هم در قیامت. این مرد متقی ترین صحابه های مرد. این دیگه داماد خوب نمیابید. مرد خدا را هم گرفت براش خانه درست کرد و جا نداشته است برای استفاده از زندگی میکنه. یک حجره درست کرد تمام آرایشات عروس همه جهاز آماده کردن. این آدمی به دولت بده است همه تیار باید شه بیاید. شه شرم میداره همین خانه دمادو را دیده کم کم خجالت میکشن همین صاحب خانه خفته نخوند شب تاریک کرد خیلوته که آمد در حجرت اومد که عروس در یک کنشیشته است. یک عروسی صاحب جمال آدمی که در امر سرش نه نوازش دیده است نه نعمت دیده است نه خانه دیده است نه جاگه و بستر دیده است. میگه به حد قلبش همین خیلی جوش زد از شکرگزاری نعمت الله که بگو بابا درکت نماز بخونم. همین در نماز استاد او مردای خدا نماز بخونن در وقتی نماز دنیا را فراموش میکردن. برای ما به خدا قسم امروز قصه را میخوریم رنگ افسانه میتونن دنیا را فراموش میکردن در نماز که چه واقعه شد این دیگه فراموش کرد که شهینه و عروس منتظر شد. همه حضرت
عبدالله ابن زبیر قصه میکنه رضی الله تعالی عنهما میگه نماز میخوان در چک خوردیش چکلون روی پیشش خوب ای بالای سقف خونه یک مور سیاه در بالای شکمش میغلطد دود چوب میشوند میکشند مور میبرورند میکشند این نماز خونده است حضرت وقتی خلاص میکنه میگه یک خزیر شاپونش چیگر بود بچه این اجدهار خرید بچه تا بخره ندیدی گفت من در نماز بودم ایجون این طریق صحابه پیغمبر این طریق مرتبه منزله داشتن میگه همین نماز حالی خلاص نکرده است که صدای اذان حضرت بلال بلند شد این بلالا یؤذن باللیل حضرت میگفت که بلال به شب اذان میگه برای مردم به خیزوندن که نماز تهجد بخونن آمادگی بندو را بگیرن حاضی گفت خسرو میخیزه برو برو میگن تیر ایزا کشید همین سلام داد و آزاد با خس برو ای خونه روزی دیم هم عیناً همین کار شده است زیاد نزدی دختر من بچم شهر چه خیل بوده است اون نمیدونیم چه خیل بوده حالی نپرسیده استم که چی نام داریم و کی و چی و خطیم گفت نزد است یه حضرت میگه به خشم اومد گفت یا رسول الله این مردک زنگیر نبود روی چی بخید شما طلب کرده من دختر را دادمش تو حوض نامی دختر را نپرسیده است و حضرت صداش کرد که یا جلایبی نگون در داری گفت حضرت کی جان روی چی گفت بزن صحبت نکردی عروس قدی رو همین خیلی میشه و حضرت بگو من در کرده بازی شکر بخونم خودم نمیفهمم که چقدر صبح میدم اون او بود گفت اول نمازی شکر تا بخونه خفتنه که خوندی راست خونت برای دیگه همون کار نکرد خداوند یک حیاتی زیبا و شیرین و این دب بانده شاکر صابرش داد که به حد زیبایی شیرین داشتن چند ماه و همین جلیبی رضی الله تعالی عنه در یکی از غزوه‌ها در رکاب حضرت صلی الله علیه و سلم جام شهادت نوشید حضرت بعد از که مبارک خود در لحد گذاشت دستش گفت جلیبی منا اهل بیتی جلیبی باز ما از گفت جلیبی اهل بیتی من است کاش که همین شهبچه‌های ما خدای تعالی همین نعمتی بزرگ براش داد است آغوش گرفتن زنقتی زن خلوت صحبت کردن غسل کردن همین در رکعت نماز شکر بخوانند از برای خدا از خدای بزرگ فرزندای خوب صالح طلب کنند که پروردگار فرزندای با غیرت و همت بناموس برایشان عنایت کنند